علت این که این تکه از این سفرنامه رو برای شما خوندم، به خاطر موضوعی است که من واقعا گفتنش زبونمو میسوزونه و پنهان کردنش مغز استخونه. منظورم موضوع بسیار دردناک اضمحلال هویت ملی است. فرهنگ ایرانی و زبان مادری نسل دوم مهاجران، یعنی فرزندان شما، که فکر کردم چون فرصت بهتری پا نخواهد داد امشب محضر شما رو ضمناً برای مطرح کردن این موضوع هم غریبت بشم. در کشورهای اروپایی مطالعه‌ای ندارم، اما فقط یک نگاه گذرا به وضع زبان فارسی ایرانی‌های مهاجر آمریکا برای پی بردن به عمق فاجعه کافی است. وجه غم‌انگیز این مشکل موقعی آشکارتر میشه که توجه کنیم زبان فارسی حتی در جریان ایلغارهای گوناگون و دراز مدت اعراب و مغول‌ها و ترک‌ها و ترکمن‌ها هرگز خم به ابرو نیافت و اقوام غیر فارس زبان محدوده جغرافیای ایران، مازندری، گیلک، آذربایجانی، لور، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، حتی کوچیدگان و کوچانیدگان ارمنی و آسوری، حتی آنهایی که به طور مستقیم زیر فشارهای حکومت مرکزی از سرودن و نوشتن به زبان بومی خود ممنوع بودند، هم توانستند با چنگ و دندان دست کم زبان شفاهی خودشون رو حفظ کنند. اما امروز متاسفانه باید بپذیریم و در کمال خجلت و سرشکستگی اعتراف کنیم که نسل دوم مهاجران دهه حاضر حتی زبان مادریشان را نمی‌دانند و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد با این سرعتی که بحران هویت گریبانگیر این نسل بیشناسنامه شده، ایران باید میلیون‌ها تن از این فرزندان خود را به کلی از دست رفته تلقی کند. همینجا بگویم که در این فاجعه نسل دوم هیچ گناهی نداره، گناهکار نسل اوله. امیدوارم تلخی حرفم رو به رک و راستیش ببخشید. گناهکار اصلی پدرها و مادرها هستند که قبل از بچه ها باید فکری به حال هویتشون بکنند. اونا حتی تو محیط خونه هم به قول آقای اسماعیل فصیح فارگلیسی اختلاط میکنن. یک زبان حرامزاده‌ای که صرف و نحوش فارسی است، لغاتش انگلیسی. صبح خانم با آقا نهیب میزنه که بابا خاریاب داره لیت میشه، جا به تو لوز میکنی. امروز دیگه چه اکسکیوزی داری؟ و آقا خمیازه کشان میگه لیمی الان خیلی دیپرسم، انگار بلاد پرشرم آب شده. واقعا که حال آدم رو به هم میزن. من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد، چجوری میشه سر خود رو بالا گرفت، چجوری میشه تو چشم همسایه نگاه کرد و گفت من هم وجود دارم. میشه یکو این یه دونه دندون لق پوسیدنم کن انداخت دور و به کلی انگلیسی حرف زد. حالا چرا باید فارسی رو با انگلیسی اینجوری ملغمه بکنن، فارسی انگلیسی با هم بلغور بکنن؟ چرا هم انگلیسی رو خراب بکنن و هم فارسی رو؟ مگر به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو در عرض چند سال تا پاپاسی آخر باخت؟ میشه به همین مفتی یک فرهنگ چند هزار ساله رو که اون همه نام درخشان پشتش خوابیده یک شبه ریخت تو زنبیل آشغال گذاشت پشت در که سفور برداره ببره؟ به هر حال اونچه میخواستم عرض کنم این